بشر گشت. زیرا خداوند رب العزت این چراغ تابان را به خاطر صراط مستقیم بندگان روانه کرد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری بشیر و نذیر بودند، پیامبری بودند که همه اشیا و همه حیوان و همه چیز جانداری دنیا به او صلوات میفرستادند. روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه یارانش راه پیش گرفت جانب تماشای بیابانی. از دور چشم مبارکی پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک حیوان افتاد. زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مجراه سفری خویش را به او نزدیک میکرد. یارانش گفتند یا رسول الله چرا راه سفر را تغییر دادی؟ گفت من میخواهم از حال اون حیوانی که ما را نظاره دارد با خبر شود. زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به نزد او رسید و دید که یک حیوانی به مثل آهو دیدار رسول الله تماشا دارد اما اشک میریزد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت چرا در اینجا ایستاده ای و مکانی نمی روی؟ گفت یا رسول الله من یک مادر آهو هستم، به خاطر رزق فرزندان به این صحرا آمدم و در قبخان این مجوس این نامرد در مانده ام. من این را میگویم که من را رها کن تا بروم، فرزندان خردسالی دارم، اونها را شیر بدهم، گشته می آیم جان من قربانی تو، اما باورم نمی کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن یهودی را به نزد خود دعوت کرد و گفت چرا سخن این را باور نمی کنی؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من محمد هستم. آن یهودی که به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نداشت و دشمنی داشت گفت آیا تو دیوانه شدی که برای یک آهو به نزد من آمدی؟ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت این را رها کن تا به نزد فرزندانش برود، آنها را غذا بدهد، شیر بدهد و ساعت بین همدیگر بمانیم، اگر نه آمد جان من قربانی تو. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مردانگی محمد صلی الله علیه و سلم گریه میکردند. یهودی خرسند شد، دست و پای آهو را رها کرد و او دوان شد نزد فرزندان و رسول الله در نزد او بماند. آهو زمان به نزد فرزندانش آمد که اونها انتظار مادر بودند و گفتند مادر چرا سراسیمه ای؟ هر روز می آمدی با یک مهربانی با یک آرامی ما را شیر می دادی، امروز چگونه سراسیمه هستی؟ گفت ای فرزندانم من در قبخان یهودی در ماندم. گفتم کی تو را رها کرد؟ گفت پیامبری بشیر و نذیر محمد صلی الله علیه و فرزندان گفتند آیا تو از خدای محمد نترسیدی که او را در یهودی بدبخت در گرو ماندی؟ ای مادر زمانی که تو به نزد ما نمایان شدی الله محمد ما را سیر کرد، ما احتیاج به شیر فیسانی تو نداریم، برو که یهودی محمد صلی الله علیه و سلم این پیامبری بشیر و نذیر آزار ندهد. آهو دوان شد به نزد حبیب مهربان. زمانی که از دور نمایان شد یهودی از هوش رفت، خود را به زمین پرتاب، یاران او را برداشتن آب میزدند. وقتی که به هوش آمد گفت یا محمد دینی تو بر حق بود است، این حقیقتی دین حالی توست که این حیوان تو را گوش میکنه. چنین محمد بود، چنین پیامبری بشیر و نذیر بود. ای محبوبان محمد صلی الله علیه و سلم ما در قلبمان از محبت مال، از محبت دنیا، از محبت زن و فرزند محبت رسول الله جا کنیم، زیرا روز قیامت شفاعتگری این امتی گمراه است، شفاعتگری گناهگاران است، شفاعتگری امتی محبان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مطیع نفس شیطانی چه حاصل بود قدری